تغییر از خود شخص آغاز می شود. هر جامعه از یک تغییر شخصی سر می شود. اگر می خواهی دنیا دیگر شود، اول خودت را دیگر کن. عادت‌هایت، تفکر و مناسبتت را. آدمانی که جرأت دیگرگون شدن را دارند، راه را برای دیگران نیز روشن می‌کنند تا رشد کنند و جامعه که به سر می‌برند رشد و نمو کند. دانش چشم را به حقیقت می‌گشاید و نیروی درست عمل کردن را می‌دهد. هر کتابی که می‌خوانی و هر تجربه که می‌آموزی قدم است به سوی شخصیتی قوی‌تر. اگر دانش و دیگرگونی خود را تنها برای خود نگاه داری، آن زود کمرنگ می شود. با عمل، مصلحت و خدمت خود به جامعه تو حلقه نیکی و رشد جمعیت را پرقوت می کنی و هر کاری خرده که برای دیگران می کنی تأثیر را می گذارد که شاید نسل‌ها آن را احساس کنند. با دانش قوت گیریم و با دیگران این قوه را تقسیم نماییم. همین است راهی که از شخصی آگاه جامعه سالم می سازد.